لیکن من استاد نه، این کس استاد. من به این کس شاگرد. من این دست مبارک داشته استادم نگاه کنید. این دست با دست صدرالدین عینی، با دست مرزا ترسونزاده، بابا جان غفور، با دست فاطمه لوزاده، با دست رحیم جلیل، با دست باقر رحیم زاده و دیگر بزرگان ادبیات ما چندین بارها واخوردی کردیم. در خانه فیض‌الله ما با دامن‌الله صحبت داشتیم و صحبت ما چون شیری شد که تا ساعت 2 شب از همان این جانب ما اطراف اروپا هستیم و از حال همدیگر خبردار هستیم. همین شخص خاکساری که نزد شما برآمد کردن چقدر آدم بزرگ شما اصلا احساس کردید که آدم آرزو میکند که با همون آدمی که با دست و آرزو که واخورده کردن من با همه شناسم باز بوسه بکنم مردم پامیر اسماعیلی میگن اینها اولادای اسکندر جوکندر پامیری ها اینا حاضر چهارم آگاخان سردار دارن همچون پیغمبرشان در کانادا میشینند هر سال آمده یک مرتبه خوراکواری کتی پامیر را تامین میکنند غیر از دولت انا مردم پامیر همه پیغمبر همشانند چخیلی که استاد دستی من را بوشن کردن من هم دستی را اگر با استاد سوال ها باشد من دیدار شما و همین را دیدید من با مانندی بیشاله کردم اول سوال ها باشد مرحبا کی سوال دارد سوال نیست تکلیف ملاحظه اولا السلام علیکم مهمان ارجمند عزیز اولا با شمایان را با این برگاه مقدس دانشگاه دولتی فرغانه خوش آمدید میگم نور دیده تاج سر میناداری بیان کردن برای شمایان که وقت خدمت خود را در این نداشته با این دانشگاه قدم اجده کرده رحمت به قدمتون حسنات میگویم برای شما یک سوال هم بود این سوال نوارزنده ولی برای ما این تجربه می شود یعنی شما حاضر وقتی که تجربه حیات خود رو گفتید و ما استاد صدرالدین عینی به خاطر اومد در حقیقت با دانشجویان شما چی تکلیف چی فکر میکنید چی مسئله میدهید که ما هم درجه شما رسید سوال همین بود سوالتان با مقصد موافق اینا استادتون صدرالدین عینی الان بودن یک کلمه میگویم سال 1954 با صدرالدین عینی با خود